در پیام نوبتی خود از 26 دکتر سال 2018 با مجلس عالی پرزیدنت مملکت هدف دیگری استراتژی حکومت تاجیکستان را اعلان کردند، یعنی این صنعت کنونی با سرعت کشور که امروز که ما همین امنیت انرژتیک را تامین کردیم تا اندازه راه‌ها گشوده شدند، یعنی امنیتی هم از بنبست کمونیکاسیونی رهایی شد. تاجیکستان امروز به کشوری ترانزیتی تبدیل یافت و تجارت داخلی و خارجی خیلی با سرعت پیش می رود. تامین امنیتی آذوقه‌واری همین این اجرای همین سه هدف برای عملی ساختن هدف چهارم زمینه مهم گردند، چون که به انرژتیکا، به راه، به تامین امنیت آذوقه‌واری رشد کشاورزی صنعت ترقی نمی کند. در همین پیام اعلان کرده شد که وابسته به همین اعلان کرده شدن صنعت کنونی با سرعت کشور تا سال 2030 حصه محصولات صنعتی در مجموع محصولات داخلی باید 22% رسانیده شود. همین این نشان دهنده های بلندترین رشد صنعت در دوره تاجیکستان و باز میگوییم که این همین نتیجه زحمت های به اندازه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و مهنتی البته سازنده و بنیادکارانه تمام مردم تاجیکستان برای پیشرفت اقتصادیات ملی، برای تامین امنیت انرژتیکی، رهایی از بنبست کمونیکاسیونی و هم تامین امنیت آذوقه‌واری و تامین با سرعت صنعت در جمهوری تاجیکستان می باشد.